شرکت روی اوهان ازبکستان نرخ چپتای قطار دوشنبه توشکند را که علکه از هفته آینده از 20 میلیون به کار می‌دراید اعلام کرد. نرخ سفر از 35 دلار آمریکایی سر شده وابسته به صحنه خریدن چپتا میتواند تغییر بیابد. خبر داده است خدمات مطبوعات شرکت روی اوهان ازبکستان این کشور از سالهای 90 روای قطاره را با تاجیکستان قطع کرده تنها به ترانزیت قطاره های تاجیکستان اجازت میداد. روز دوم ایون پرزیدنت های دو کشور شفقت میرزیویف و امامعلی رحمان در توشکند به توافق رسیدند که الکی از 20 ایون حرکت قطاره های مسافرکش را بین پایتخت های تاجیکستان و ازبکستان از نو برو بیاندازند. طول این خط سیر رقم 301 302 916 کیلومتر بوده طول سفر 21 ساعت را تشکیل میدهد. این قطار از شهرهای قرشی، سمرقند، جیزه، گلستان همچنین از برخی شهر و نویه‌های ولایت سوغد تاجیکستان خواهد گذشت. قطار از پایتخت تاجیکستان روز دوشنبه برابر اومده به تاشکند الکی روز سهشنبه ساعت 13:43 دقیقه میرسد. همین طور هر روز سهشنبه ساعت 16:15 دقیقه این قطار از تاشکند به قصد دوشنبه برو میبراید و الکی روز چهارشنبه به پایتخت تاجیکستان میرسد. قطار از 10 واگن عبارت بوده از جمله 4 واگن کوپه، 5 واگن پلاسکارت و 1 واگن رستوران را در بر میگیرد. شرکت رای اوهان ازبکستان گفت خواهشمندان می توانند از حالا از هر دو سامانه این شرکت هم سامانه نو و هم سامانه کونه برای سفر به تاشکند و دوشنبه و برعکس چپتا خریداری کنند. روابط ازبکستان و تاجیکستان در دوران رهبر اسلام کریموف دوران مرکب شبیه جنگ سرد را پشت سر کرد. ازبکستان اون وقت پرواز هواپیماها و اتوبوس و قطاره ها را بین دو کشور منع کرده با تاجیکستان نظام روادید جاری کرد و مرزهایش را با این کشور مینه‌کاری کرد. در زمان کریموف سطح تبادل محصولات بین دو کشور همسایه نیز به حد پسترین پایین رفته و سالانه همگی حدود 40 میلیون دلار را تشکیل میداد. بعد مرگ کریموف در سال 2016 و به قدرت رسیدن شفقت میرزیویف که اصل اجدادش از شمال تاجیکستان است، روابط تاشکند با دوشنبه رو به گرمشوی آورد. میرزیویف رژیم ویزا را با تاجیکستان بیکار کرد و گذرگاه‌های قبلا بسته شده در مرز با این کشور را از نو گشود. پروازهای هواپیماها و حرکت اتوبوس‌ها را برقرار کرد و سطح خرید فروش محصولات بین دو کشور نیز طور امامعلی رحمان ضمن بازدید اخیرش از تاشکند تاکید کرد. بعد درگذشت اسلام کریموف 40 مرتبه بالا رفته به 600 میلیون دلار رسیده است.